از کجا بفهمیم تعارض و دعوای بین ما و پارتنرمون یه تعارض سالمه یا تحت خشونت روانی؟ فرض کنید اینم پارتنرتونید. تو تعارض سالم شما دو نفر از بیرون به یک مشکل مشترک نگاه میکنید، یعنی منم و تو، مشکل بین ما که دوتایی باید حلش بکنید. فرض کنید که از یه دوستی یه پولی قرض کردید. یکیتون مسئول این بوده که این پوله رو سر موقع برگردونه و یادش رفته. بعد از اینم که یادش رفته، از ترس یا خجالت یا هر چی نیومده بگه که من یادم رفت. اون شخص معترض شده. الان یک مشکل و تنشی تو رابطه دوستی شما ایجاد شده. این مشکل بین شما دو نفر نیست، مشکلیه که برای شما دو نفر و بیرون از شماست. با هم دیگه میشینید، حرف میزنید راجبش، ممکنه صداتون بره بالا، دلخور باشید، هم احساس تنش کنید، همه اینا اوکیه، یعنی شما هنوز توی یک تعارض سالمید. ولی خشونت روانی کجاست؟ مشکل میره کنار، مشکل خود تویی، بی‌مسئولیتی، بی‌عرضه‌ای، محض رضای خدا هیچ وقت یه کاری رو درست انجام نمیدی، همیشه همینه، از اول همین بودی. یعنی توهین میشه به کل هویت شما به خاطر یک اشتباه. اینجا تحت خشونت روانی. به عبارت ساده تر، تو تعارض سالم مسئله رو از بیرون نگاه میکنیم و حلش میکنیم و اگر حتی تجربه تنش داریم بعدش آروم میشیم. اما توی خشونت روانی یک الگوی تکرار شونده شرم دادن و کوچیک کردن طرف مقابل وجود داره که هر از گاهی فروکش میکنه ولی دوباره با اشتباه بعدی میاد بالا. حالا شناختن همین قدم‌های ابتدایی کمک میکنه که از چرخه خشونت بیایم.